خدا گر لطف سازد مهربانی، کند نیش تو را گرگان چپانی. سلام ای نفرانی که خداوند شما را دوست می‌دارد. در حیرت میمونن که کی را دوست می‌دارد. همه شما را در نظر داریم. شب بخیر از ما شب است. راستی چند نامه آمد، چند خواهش بود، همش در اطراف دوست بود. و نامه‌ای که یک جوان عزیز طرفشان برای ما نوشت همین سبب شد که نامه خیلی دراز بود. من خاطر مختصر موضوع رو سرجم میکنیم. بیشتر میگفتن که ما پهلومان میگیریم، میخورانیم، دستگیری میکنیم، این میکنیم، اون میکنیم، اما زمان میرسد یا روزی میآید که همین دوستمون ما رو فریب میکند، همین دوستمون ما رو خیانت میکند، همین دوستمون نسبت ما انا دغلتر فهمانیم نامردی میکند. خیلی نامه زیاد هستند و نامه دیگر هم بود که هفته دیگر به ما از شهر دوشنبه نوشته بودند که یک دوست داشتن بسیار دستگیریش میکردن، شرایطش وزنین بود، همه وقت پهلوی هم بود این اون، اما از ماشینم پول دزدیده است. پول کرایه نیست، لیکن میگوید که ما با او باور میکردیم، این میکردیم. دوستانم این بود و میماند. با چه خاطر؟ با اون خاطری که عمر خیام همون زمان گفته بود آن به که در این زمانه کم گیری دوست، به است که در این زمانه دوستی کم گیری، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. سلام رفته. آن کس که تو را به جملگی تکیه برو، آن کس که تو را به جملگی تکیه برو، چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. بعضن فیلم ها می دیدیم باور میکردن به دوستی خود، یک اونجا سفر میرفتن، کارخانه رو در زیمش میگذاشتن، اما تو از سفر می اومد کینوها بود بیشتر، میبینه کارخانه رو در نامش کرده است یا یک نقصان یا یک کاری دیگر کرده است. اگر دوستی نزدیکتان باشد، در حقیقت نان و نمک شما را خورده باشد، توف کرده باشد، اگر یک ذره وجدان داشته باشد، شما را بیند شرم میداره، اما شما نه حقارت کنید، نه فشار اشارید، نه چیزش نکنید. هر باره که شما را ببیند درون می سوزد، همون برایش بس است. اما وقتی که با کسی دوستی پیدا کردید، کوشش کنید که نسبتش خیانت نکنید. بعضا دوستان هم هستن که شوخی را نمیبردارن، یا بعضا دوستان هستن که این آن نه، دوستی حقیقی شوخی را میبردارد، دوستی حقیقی چی ها را نمیبردارد، درد و عذاب و غم همش را آخران تابودت را میبردارد. این دوستی حقیقی است که اطرافت، لیکن متاسفانه خیلی کم است، به نهایت کم است. چند قدر در زندگی میبینیم که دوستی میکنند به خاطر چیزی است، دوستی میکنند به خاطر خالصانه نیست. همین سوالی است که حاضر ماشین خارجه داشته باشی، حاضر کمک پول داشته باشی، اطرافت چند خطر است. میگفت که دولت داری، اطرافت پر از دوست است. همین که دولت رفت پهلویت کسی نمیموند. یا یک پرچه شیری هم بود که آشنانت گردار شد، همین آشنانت که گردار شد آشنایت میرود، از نوا چون باز ماندی هم نوایت میرود. این موضوع خیلی زیاد است. اطراف این ما چند خدر سخن گویم لیکن کمی میکنم. اما در انتخاب همسر این خدر درباره همسران گپ زدیم. در انتخاب دوست بسیار با احتیاط باشید. خودی من برای یک پیجک رو گرفتن چندین بازار رو طی میزنم، از این بازار به اون بازار، این مغازه به اون مغازه، به اون خاطری که بهترین و خوبترینش رو در بر کنم. برای یک سالینه پیجویکی که من میگیرم کسیون چند مغازه و بازار میگردم، اما دوست در دوستم همین طور باید باشد. دوست لیکن دوستی است که عمرباد است، به این خاطر سنجید. میگفت
تو ببین که با کی هم نشینی داری، با آدمی نیک یا با آدمی بد. بعد دیگر میرفت. اما ما اینجا کامیرا خیلی صحبت داریم، اینجا هم کامیرا از فراموش کردیم که با اینجا هم، چون اینجا پخش مستقیم است، اینجا زپیس است و اینجا چند دو سه بر یک میکنیم. خیلی خلاصی گپ همیشه دوست بمونید، دوست رو از دوست حقیقی جدا کنید و پیش از اونی که دوستی میکنید بیسنجید. باز میگم بیسنجید، چون گفتیم برای یک کرتا گرفتن چند جای ها میرویم، به خاطر بهترین و خوبترین اش را در بر کنیم. در دوست هم همین گونه است، در دوست هم همین گونه است. انتخاب کنید، سنجید، بعد دوستی کنید. شما رو دوست میدارم. خداحافظ، شب خوش. یک زمان برای بار فرستادن به تاجیکستان عذاب میکشیدیم. همدیگه میگفتیم کی میرود که من فرستانم. اکنون این معما از بین رفت. زمانی ما فرا رسید. آسیا اکسپرس. شما میتوانید هر چی که دارید از مسکو به تاجیکستان روان کنید با طریق ماشین های بارکشان، فورا، قطاره و هواپیما. آسیا اکسپرس 100% کفالت میدهد که بارهای شما به خانه‌تان رفته میرسند. کیلوگرم بار شما از 35 روبل روسی سر می شود. اگر رفت و بار شما به خانه کلان سالان، خانه مایوبان و صغیر خانه باشد، پس بار شما رایگان به تاجیکستان برده می شود. تلفن ها برای تماس در پایان. سراغ ما شهر مسکو، دوم ویازوفسکی پرویزد، بینای 16. مهمون که تستر و 100% کفالت. آسیا اکسپرس. بچه‌ها، من گرفتم به یگان خواطر